ذوق بک سعید امینی یکی از ژورنالیستان شناخته ما که طی 2 سال می شود بیکار است، در راستای درگذشت ایدیگل قاسم زاده وکیل و سابق رئیس کمیته زنان که قسم بدگویی ها کردند اندیشه خود را ابراز داشته از خوبی ها و عمل های نیکی محروم یاد کرده است. او نوشته است چند سال پیش زنی به خانه و به شوهر به یک همکارم زنگ زده گفت از ناداری خودم و 2 کودک معیوبم را آتش میزنم. با جمعی از دوستان آن زن را کمک نمودیم. با اپای دیگل که آن زمان رئیس کمیته زنان بود مراجعت کردیم. بعد چند روز اپای دیگل مرا به کمیته دعوت کردند تا راه خانه آن زن را برایشان نشان دهم. آن زمان اپای دیگل به غیر از کمک های پولی و حقوقی از خانه اشان برای آن زن خوردنی ها آوردند و پلتای تنشان را برآورده به آن زن دادند. با دفتر کاری اپای دیگل من بیشتر مورد برای کمک مالی و حقوقی کردن به زنهای جبر دیده مراجعت میکردم و میرفتم. مرحوم باره گفته بود که بعد از یک ریدی تن فروشان در شهر دوشنبه که 7-8 زن دستگیر شده بودند و همه از ناحیه‌های دوردست بودند، از آنها پرسیدم که چرا این کار را میکنند. آنها گفتند که به خاطر یک سرپناه یعنی منزلی زیست یا حداقل خریدن زمین. پیشنهاد کردم که اگر صاحب زمین باشند از این کار دست میکشند. وعده دادند که بله. آن زمان به رئیس ناحیه‌های هر یکی از آن زنها زنگ زده و آنها را به ننگ آوردم که نخواد یک زن را به یک قطعه زمین تامین کرده نتواند که او آماده در دوشنبه دست به تن فروشی بزند و آبروی ناحیه شما را بریزاند. اپای دیگل گفته بود که در یک مدتی خیلی کوتاه به تمامی آن زنها قطعه زمین جدا کرده شد و از رئیسان ناحیه ها خواهش کردم که برای این زنها یک کلبه ساخته دهند. از پشت کمک خواستن برای جبردیده های نزدشان زیاد می رفتم و او مرا همیشه بچم می گفت و من آن کس را اپا. در مسئله های حجاب و فرهنگی بیگانه و لباس ملی هم با آن کس در کابینتشان بحث نموده بودیم و در این بحث شاهد هم دارم، چون مرا بچم می گفتند به خود اجازه می دادم که خیلی چیزها را در رویشان بگویم و آن کس هم خیلی آزاد صحبت می کردند. می گفتند اکنون تو بچمی، هر باره ببینمت با تو درد دل می کنم. آخرین بار 25 می سال 2021 یعنی 2 ماه پیشتر در نزد بینای پارلمان واخوردم. وقتی فهمیدند که قریب 2 سال بیکار هستم زیاد زیق شدند، چون همیشه تعریف میکردن که تو کادری خیلی خوب هستی. آن روز سرزنشم کردند که نخواد 2 سال بیکار گشته و یک بار نزدش نآمدم، چون گفتم که با عیبی چند به سواد بیکار ماندم. نصیحتم کردند که بچم سخت نرو، حالا همه به جای خودش می آید. متاسفانه از دیشب خیلی ها به خودشان اجازه دادند تا به نفر فوتیده بدگویی نمایند و او را به جهنم فرستند. گویا همه فرشتند و در دست راحت جنت را دارند، حالا که هیچ کدام ما از آخری کارمان آگاه نیستیم. این هم در حالی که ما مسلمانان باور داریم الله رحمان و رحیم است و توبه ما را تا پیش از جان کندن قبول می کند و با یک عملی شایسته ما می تواند گناه های ما را ببخشد. بیایید در حق یکدیگر دعای هدایت و مغفرت کنیم و به خودمان اجازه ندهیم که یکی را به جنت و به دوزخ بفرستیم، چون حالا از عاقبت کار خودمان خبر نداریم. الله اپای دیگل را رحمت نماید و عمل های خیرش را که برای بیوه و بیچارگان نموده بودند دستگیری آخرتش سازد. آمین.